زرده تخم مرغ با قهوه اصلا باورم نمیشه. من که همه ترکیبا رو با قهوه امتحان کرده بودم، با این یکی نمیتونم کنار بیام. ولی خب خیلی ترند شده و قرار امروز با هم امتحانش کنیم. زرده تخم مرغ داریم با شکر فراوون. فقط باید هم بزنیم که حالت کرمی پیدا کنه. تا موقعی که داره کرمی میشه یادت نره دکمه لایک رو بزنیم. اینجا هم 2 شات قهوه داریم که این کرمو میریزیم روش. وای نمیشه قرار همچین ترکیب سمی رو تست کنم. نه بوی تخم مرغ که نمیده. حالا بریم سراغ مزهش. چشمامو میبندم. برخلاف ترکیبش که خیلی سمیه، مزهش اصلا هم بد نیست. اصلا هم مزه تخم مرغ نمیده و واقعا هم خوبه. به نظرم که میارزه یه بار امتحانش کنید.